بچه‌ها غلام سخی مکتب اومده بچه‌ها. غلام سخی جان چی کار است؟ من اینا درسش السلام علیکم. و علیکم السلام. غلام سخی جان بشین. خیرت خواست. کم جگر معلوم میشه. بیادر چی شده اید؟ اینجا بشین. چی گفت است غلام سخی جان؟ ما دیگه مکتب نمیرم. چرا بیادرک؟ چون بچه های کوچه مرا تحویل میکنن. میگه تو نابیناستی. میگه تو از این قوم، از این محله، از این قوم نیستی. بیادرکم تو پشت گپ از اونو نباش. مکتب برو، مکتب تا بخوان. میبینی که من بیسواد هستم. چطور میشه؟ من تحصیل کرده نتونستم خودت تحصیل ادامه بدی. بیادرکم تو میتونی بخونی. مرا میگه با یک کتابی برو کارهای خانگی تا بنویس. بخیر فردا مکتب میری. بخیر بیادرک. بخیر. صبح اگر شدم روی هم صنفای خودی موضوع را حل میکنم. بخیر. بیا. لارسک عبدالعلی اجازه یک چند کلمه برام صنفای خود گفتنی دارم. بله سر دیگه بس سخی جون در کوچه میگن که تو از دیگه قوم هستی و در صنف که میایم میگن تو نابینا هستی. موضوع دیگه است که برادران همصنفان درست است که من نابینا هستم ولی من نمیبینم. خداوند نعمتی بینایی را که به شما عطا کرده، سبززارها را، باغها را، زیبایی های دنیا را شما میبینید ولی باز همه از جمع شما آمده دست میخوانم با هم دوست باشیم. تو را کی آزار میده؟ شاگردای محترم سخیر چرا آزار میتین؟ ببینید که الله تعالی میفرماید که این المؤمنون اخوة مسلمان برادر مسلمان است. شما جنگ نکنید، در بین هم صلح کنید و یکدیگر پذیر داشته باشید. شما اول غلام سخی جان ما از تو معذرت میخواهیم و از عملی که با تو ما کردیم بسیار پشیمانیم. ما را بخش غلام سخی جان. بیاین همصنفای عزیز چی میشه؟ غلام سخی جان هم برادر ماست. او هم مثل ما انسان است. یه حق زندگی کردن ندارد. این برادرمون غلام سخی جان حق درس خواندن ندارد.